اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز شنبه. مولوی امیرخان متقی در دیدار با سفیر ایران در کابل روی تطبیق دوباره پروسه انتقال افغانهای زندانی و تعویق اعدام افغانهای محکوم به اعدام در ایران و تسهیلات در صدور ویزا گفتگو کرد. وزارت خارجه میگوید در این دیدار روی تامین حقابه ایران از دریای هلمند نیز گفتگو شده است. سرپرست وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات شیخ محمد خالد حنفی میگوید برای ما عزت ملت، حریم خصوصی و احترام ملت بسیار ارزش دارد. مفتی فیصل خاموش سخنگوی وزارت امور شهدا و معلولین میگوید 30,000 معلول نظامی اداره قبلی که با ما درگیر جنگ بودند ثبت نام شده اند و بر اساس شفقت و ترحم بزرگان معاش و حقوق برایشان داده می شوند. سفارت افغانستان در اشقابات میگوید محمد هارون سیدی به حیث آتشه تجارتی در این سفارت معرفی شده است. فضل محمد صابر سرپرست سفارت افغانستان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود بر نقش مثبت تجارت در توسعه روابط و همکاری‌های اقتصادی میان افغانستان و ترکمنستان تاکید کرد. اداره ملی خط آهن میگوید از آغاز تا پایان ماه سور 427,595 متریک تن کالا از طریق خط آهن کشور انتقالات صورت گرفته است. از سوی اداره ملی امتحانات امتحان از داوطلبان 15 رشته ماستری از دپ حنزه پوهنتون کابل اخذ شد. به گفته مسئولین از بین 3,000 اشتراک کننده این امتحان حدود 500 نفر جذب خواهند شد. شاروالی کابل میگوید کار ساخت دو سرک در گذر اول ناحیه 17 ادامه دارد. وزارت صحت عامه میگوید یک شفاخانه 20 بستری تداوی معتادان در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی به بهره برداری سپرده شد.